پزشک تاجیک عبدالله دولتوف بر این است که ساده کردن جریان تقدیم شهروندی یک وسیله خوبی دلگرمی متخصصان برای مهاجرت به روسیه است. خود او در سال 1992 از تاجیکستان به روسیه مهاجرت کرد و کیها شهروندی این کشور را به دست آورده است. فرق بین معاش طبیبان روسیه و تاجیکستان خیلی بزرگ است. از این سبب بسیار متخصصان وطن خود را ترک می کنند. تا جای من با مشاهده از شناسهایم میدانم بعضی از آنها در روسیه از 1 تا 1.5 هزار دلار معاش میگیرند. در تاجیکستان باشد معاش آنها از 150 تا 200 دلار را تشکیل میدهد. یعنی این فرقیت زیاد دارد. با باور این پزشک فرار متخصصان تاجیک از وطن نه تنها به برتری مالی در روسیه بلکه به ناکامل بودن بخش بهداشتی در تاجیکستان وابسته است. هرچند پزشکان را در روسیه نیز دشواری ها انتظارند ولی این مشکلات را می توان برطرف کرد. هنگام آمدن بر روسیه آنها باید از جریان تخصصی بگذرند و در این باره حجت داشته باشند. طبق قانونگذاری برای کار کردن از روی اختصاص گذشتن از سرتیفیکاسیون حتمی است. شاید از همین لحاظ برایشان کمی مشکلات پیش آید. بر اساس قانون نوی فدرالی روسیه متخصصان خارجی از جمله متخصصان تاجیک بعد از 1 سال کار و زندگی در آن کشور می توانند صاحب شهروندی روسیه شوند. قانون نو روز 2 اکتبر امسال به اجرا درآمد. شهروندان خارجی و افراد به شهروندی که در قلمرو فدراسیون روسیه زندگی می کنند حقوق دارند با ترتیب ساده کرده شده برای قبول شهروندی روسیه عریضه پیشنهاد کنند. این به آن اشخاص دخل دارد که تا روز پیشنهاد درخواست برای گرفتن شهروندی روسیه نه کمتر از 1 سال در این کشور از روی کسب، اختصاص، وظیفه و بر روی خط مقرر شده کسب داخل کرده شدن فعالیت کرده است. این مقررات به آن اشخاص دخل دارد که تا روز پیشنهاد درخواست برای گرفتن شهروندی روسیه نه کمتر از 1 سال در این کشور از روی کسبشان که بر روی خط مقرر شده کسب داخل شده است فعالیت کردند. پیش گرفتن چنین سیاست در نسبت شهروندان خارجی در پسمنظر پیشگویی‌های وزارت رشد اقتصاد که میگوید تا سال 2023 کاهش طبیعی اهالی روسیه باقی میماند جای برای تعجب ندارد. به افزایش شمار اهالی روسیه مهاجران کمک خواهند کرد. اما در مجموع به عقیده تحلیلگران وضعیت از آنی که هست چندان تغییر نخواهد کرد. بدیهی است که مهاجرت ادامه میکند و موج اساسی آن از کشورهای پسا شوروی بخصوص آسیای مرکزی می آید. برای روسیه نه تنها نیروی کاری بلکه محض صاحب اختصاص ها ضرورند. با این همه پیشگویی کردن تاثیر تغییرات نو به موج نوی متخصصان و وضع دموگرافی روسیه چگونه خواهد بود هنوز بر وقت است.